درود و عرض و احترامات به هموطنان عزیزم، مردم شریف تاجیکستان. امیدوارم که یک شما خوب، صحت، سلامت و سربلند هم باشین. خبر فوری که در عین حال در فیسبوک ها دیدیم، شاکرجان حکیموف نیز بازداشت شد. شاکرجان حکیموف یکی از روشنفکران و چراغ علم و چراغ سیاست در راه تاریکی سیاست بود. و هر انسانی که روشنگری راه سیاست بود، اونها آهسته آهسته با گوناگون جرم ها، با گوناگون تهمت ها بگیم بازداشت و زندان یا اینکه قتل شدند. البته که هر یک انسان هایی که با این جرم بالای سر اینا آمده بود، اینا هر یک تاش بگیم که واقعا هم فرزند سرزمین بود، واقعا دفاعگر و بگیم اون فرزندی بود که دور بدگی ها کمتر حراس داشتن که تاجیکستان خیلی فرزنده ها داره. امروز بگیم یک چراغ علمی سیاست بگیم که بازداشت شد و بعد از بگویم همون دیدن همین خبر، واقع کمی خیالات، تصورات طرف کودکی رفت. بسیار یک برگشت خیالاتی من طرف کودکیم. در جوانی در کودکی ها رگتکه بازی میکردیم، یعنی گندشک میزدیم، رگتکه داشتیم و بعضی جوانو بودن برای ما فرمایش میدادن بگیم که میتونی نام لامپوچکه را زده. اون لامپوچکه ای که اون چراغی که راه ها را روشن میکرد در قشلاق و بیا برای ما یگان قند میداد، یگان چیز شیرینی، یگان چی یا پختگی باشه کیسش ده، یگان سیمیچکه، یگان پیستا بادام یا چی باشه یا منجک میداد، میگفت که اون هم لامپوچکه را میتونی زده بزه. و ما کودک بودیم دیگر، جوان بودیم، بی عقل بودیم، نمیفهمیدیم، میزدیم لامپوچکه را میشکستیم. بعدا کمی عقل با جاش اومدن فهمیدیم که اونو شبانه دزدی میکردین. این لامپوچکه روشنیش برای اینو خلال میرسونه که میشناسه کدومه. برای همین هم اگر خداشون رفته شکنن لامپوچکه را، یک آدم بینه میگه تو چی بشکستی؟ یک بچه کلان گفته مثال گیریم. و در این حالت بگیم از همون نادانی ما کودکان سو استفاده میبرد است. با یک منجک پیستا یا سیمیچکه چندین لامپوچکه را ما میزدیم، میشکستیم که شب تاریک شوه و با حضور دزدی یا نمیدانم عشق ورزی دختراقتی خلاص کارهای شبانه خودشون انجام بده. امروز واقعی امام علی هم گوییم که همون کودک کشیده است که بیگانگان به خاطری که رستم ده اینا خلال میرسونه گفته، اینا رستم ده نه، اینا همون بیگانگان ده خلال میرسونه. این چراغ های علم، این چراغ های سیاست لامپوچکاش زده شکسته استودن، یعنی امام علی نابود کرده استوده است. تا نکی وقتی که شب شید، همون آدم هایی که با امام علی اینا را خطر نشان میده اومده تاجیکستان آزاد غارت کنه. و امروز ما هر یک تایما شاهد هستیم. میلیارد بگیم همون اشیای خام تاجیکستان با ارزش میلیارد دلارها خیتای گرفته برده ایستاده است. البته این را تام نمیفهمی، یک کسی دیگر هم
یک آدم عادی از این چیزا بگیم که تحلیل کرده و خبردار شده نمیتونه. یعنی اینا فقط چراغ‌های علم مثل شاکرجان حکیمов مثل دیگر سیاستمدارهایی که هستن، اونها برای شما میگه که او جوان، یعنی راهی دولتداری موتره، وطنداری موتره راهشه روشن میکنه که تا که ما پیش مونه ببینیم. این همون شاکرجان حکیمov، این همین انسان هایی بگیم که مثل همون زایرف و غیر انسان هایی که بدن، اینا این روشنی را میکردن. و امروز شکستن این چراغ ها عاقبت دولتداری در ضرر داره، عاقبت وطنداری در ضرر داره. ها مردم، پیشتون دیگر نمیبینیم، پیشتون دیگر دیده نمیتونه. برای آنکه چراغی علمی سیاسی شما برگتکه زده شد. همونه که ما شبا لامپچکا را میزدیم، روزانه لامپچکا را میزدیم، شبانه کوچه تاریک میشید، اون دزدها، اون جوانها رفته بز مرغ تخم کیم کیورا چیورا میدزدیدن میبرامدن، میرفتن سهر قطعی قشلاق بدگی را داد وایش میبرامد که مرغش گم شده است، نمیدونم کسی را بزش گم شده است، کسی را گاوش گم شده است. خب یعنی که اصلی گناهگار ما کودکا بدیم، برای همونجیک سیمیچکا لامپچکا را میشکستیم. امروز امام علی رام باید منجیک سیمیچکا مثل همونه که خیتویی یا دیگر که این چراغ های علم، این چراغ های سیاست میگه اینا خطر دارن برای گذشتن رستم، اینا با این طرز میترسونن و این چراغ ها را امام علی رحمان شکسته. بگیم کوچه سیاست، آینده دولتداری، آینده وطنداری تاجیکستان و تاجیک ها را زیر خطر برده ایستاده است. برای اینکه شما آینده تون نمیبینید، چقدر شما را از سیاست دور کرد، بیسواد کرد. بالای این بعضی چراغ هایی که بدن که پیش چشم شما را روشن میکردن در وطنداری و دولتداری، اینا را پشت زندان بردن، یعنی اینا را هم شکستن. پس هموطنای عزیزم، در راه سیاست پیش شما تاریک است، شما دیدن نمیتونین کجا میره و در اونجا چقری هست، آب است، حلاو است، آتش است، یه یگان گرگ جاندار دیگری هست که شما را حمله میکنه. شما دیگه آینده ندارید اگر که خاموش بیستید. برای آنکه اون 4 شیطان دیگر با نام سیاستمدار و دیگر در گرد امام علی و بگیم که چوپا چوپ شده گشته ایستادن، اونا سیاستمدار نیستن، اونا برعکس انامو لامپچکا شکنو هستن که در چشم شما خاک میزنن، گویا که بسیار خیرتمند است، سیاست خوب داره، بسیار دیگر چیزا است. در اینجا انتخاب در دست شما میمونه. آیا آینده وطنداری کردنی هستین، دولتداری، یا اینکه کورکورانه رفتنی هستین تا غلطیدنتون؟ عاقبت سیاست امام علی رحمان برای همه شما اینمی هست. واقعی دوستای عزیزم، با همون کلمه زیبای تاجیکی گفتنی ها زیاد است، یکی وقت کم. پدرود تا با درودهای دیگر.